در یک روز چند بار گم می‌پوشی؟ دو بارو؟ سحر بیگاه. همین گو چند لیتر شیر می‌تیا؟ تخمینا چند قا؟ 5 لیتر. وقتی که شما گوه جوشیدین شیره که گرفتین آورده در می میریزین علاوه تپکلو میزنین شیر همین میپزه در میجا بعد وای میکنه از همینجا همین جرغات میشد بعد سر میشه جرغات دوغ میشود دوغ قایماقش میگیریم بعد همین اساسا دوغ من اینجا میبریم من اینجا هستن سوغو همین چرخچو را در درونی من همین سوغو مونده بعد دو کسا خیلی میکشی بعد از دوغ پیدا میشود چی؟ مسکه پیدا میشد بسیار خوب انا بایش همه باید جرغات من اونجا تیار برای پگه نصیب باشد پگه خدا خوره من اونجا وای میشد این دوغ خالی علیم من این حاضر من جرغاتی تیار فقط میمونه همین میکشید میشود دوغ همین دوغ شما من داخلتر ریختین همین چند روز همین آبش میرود بعد دوغ سخت میشود 2 روز پس 3 روز پس بعد که سخت شد گرفته میجوشونیم از وای چی میشود قروتی جوشونده میشود با میکنیم قروتی ناجوشونده برای جگر برای مردم دیابت از همه چیزی پلیز نیست الان من همون مینوشی همه جگره همه جگره با درجه هاش